خب بچه ها همونطور که دیدین دیروز وقت نشد من لباس بخرم، به خاطر همین امروز اومدم مرکز خرید ایس مارینا ببینم میتونم یه لباسی انتخاب کنم که نخوام به خاطر زیاد بدوم. خب بریم ببینیم چه لباسی پیدا میکنه. خب اولین مغازه‌ای که میخوام برم برند اویشوه و واقعا برند با کیفیتیه. اگه یه لباسی میخواین انتخاب کنین که هر روز بپوشین، هر روز بشورین، به نظر من برند اویشوه خیلی لباساش با کیفیته. الانم تو آفه، برم ببینم چیزی پیدا میکنم، امیدوارم که بتونم اینجا خرید کنم. اول این شلوارک رو دیدم که واقعا عالیه، بعد خنکه و علاوه بر این که کوتاه خنکه عضلاتو محکم میگیره و رنگ سرمه‌ای هم نداره. این لگن به نظر من خیلی واسه دویدن خوبه و اینکه پا رو محکم میگیره عضلاتشا. ولی خب یه دلیلی که من نمیخوام لگ انتخاب کنم اینه که هوا خیلی گرمه، الان فصل تابستونه و شلوارک واسه دویدن راحت تره. ولی خب اگه زمستون بود قطعا انتخابم این بود. قیمتش هم 1000 لیره، یعنی 2 کیلومتر باید در ازای خرید این بدوی. اینجا شلوارکش هم داره، نشونتون بدم. البته اینا یه سایز بلندترم دارن که اینجا الان نمیبینم. اینم قیمتش 1000 لیره، یعنی 2 کیلومتر. اینجا خرید نمی کنم چون به خاطرش باید خیلی بدوم. حالا برم مغازهای دیگه هم ببینم که چی دارن و باید به خاطرش چقدر بدوم. خب الان میخوام برم لباس اسپیکس رو ببینم که برندهای مختلف لباس ورزشی ها داره. اولین چیزی که خوشم اومد این نیم تن است، به نظرم خیلی باحاله. قیمتش 3000 لیره، یعنی 6 میلیون و اگه اینو بخرم برای 6 کیلومتر بدوم. این تاپم به نظرم خیلی باحاله چون پشتش توری ماننده، خنکه برای این فصل، ظاهرش هم خوبه. قیمتش 5 میلیون، 5 کیلومتر. خیلی قیمتش بالاه. به نظرم این شورت، یعنی به نظرم که نه قطعا این شورت رانینگه. بچه ببینید چقدر باحاله، 2 لایه هم هست. لایه زیرینش رو ببینید حالت گنی داره و قیمتش هم 6 میلیونه. اینجا هم کشش محکمه، یعنی کمر رو میگیره کامل. اینم تاپ ستشه، اینم خیلی باحاله. قیمتش هم 5 میلیون، یعنی این دوتا با هم 11 کیلومترن. 7 کیلومترم که داشتم، خودش یه نیم ماراتون میشه اگه اینو بگیرم. خب اینجا هم نتونستم چیزی پیدا کنم چون واقعا نمیخوام بیشتر از 3 کیلومتر دیگه بدوم. امیدوارم بتونم یه چیزی پیدا کنم که حداقل 3 کیلومتر دیگه بتونم بدوم. نمیدونم واقعا. بریم بقیه هم ببینیم. من میخوام برم برند کوتون، یه برند قیمت مناسبه، لباس ورزشی هم داره. البته که کیفیت معمولیه ولی خب من شاید بتونم به خاطر چالشم یه لباس قیمت خوب اینجا پیدا کنم. خب اینجا بخش لباسای ورزشی کوتونه، با هم ببینیم که چی داره. اینم خیلی باحاله، شاید اینو گرفتم، نمیدونم. قیمتش 350 لیر، یعنی تقریبا
1 کیلومتر. این سرمه اون مشکی است، خیلی قیمتش خوبه. برم بپوشم داخل پرو، فکر میکنم خیلی خوب باشه. این بلیزم باش بگیرم. قیمت اینم 1 تومن. یعنی اگه من این دوتا رو بگیرم 2 کیلومتر دیگه باید بدوم. ولی خب برم بپوشم ببینم تو تنم دوست دارم یا نه. اما بالا تنشو دوست دارم که یکم بلندتر باشه. حالا یه دونه دیگه بپوشم ببینم چه شکلی میشه. بالا تنشو عوض کردم. این به نظرم بهتره چون یقش گرد راحت تره و قدش هم بلند تره. این لباس رو میخرم چون به خاطرش باید 1 کیلومتر بدوم و به نظرم خیلی به صرف است. خب پس شده این دوتا، بریم که حساب کنیم. بچه ها واقعا فکر نکنین که من تنبلی کردم. همین الانشم تو تمرین اولم بدون سابقه تمرینی باید 8 کیلومتر بدوم و این اصلا کم نیست. پس بریم تا آماده شم و چالشمون رو شروع کنیم. خب بچه ها من آماده شدم برای شروع چالش. جالب اینه که اینا هم اومدن اینجا دارن صحنه دویدن فیلم برداری میکنن. حالا نمیدونم فیلم رو ترکیه. بچه ها قبل از اینکه این چالش رو شروع کنم من سعی کردم نکات مربوط به خرید لباس و کفش مناسب برای دویدن رو با شما به اشتراک بذارم. البته که این اولین تجربه خرید من برای رانینگ بود و شما اگه میخواین این تمرین رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدیم باید از یک مربی متخصص کمک بگیرین. لطفاً نظراتتون رو راجع به این چالش توی کامنت ها برام بنویسید. با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و تو ویدیوی بعدی که انجام این چالش هیجان انگیزه میبینمتون.